به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سپاس و درود بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه خودتان باز شگفت خوش آمدید. همراه برادر بابا جان قیامزاد هستم و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از پیام رئیس جمهور امام علی الرحمن به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. بله. امام علی الرحمن رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود بسیار نکته های رو به بسیار نکته های اشاره کرد که اکثرا همون تکراری نقطه های پیشین بودن و ارقام های هستند که واقعا بحث برانگیز هم هستند، ولی یک چیزی که در این پیام فرق میکرد به نظر من اونه که یک قسمی زیادی از این پیام را به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گذاشته بود و در باره این صحبت کرد. رئیس جمهور چه خیلی که میدونیم در پیام های پیشین اگر نگاه میکردیم، همه پیام هاش اگر نگاه کنیم هیچگاه تقریبا من همین تو این روزی که پیام های او را دیدم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به حزب نهضت اشاره میکرد ولی نام حزب نهضت را نمیگرفت. ولی امسال در این پیام میبینیم که آشکار با صراحت میگوید که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آشوب عبدالحلیم نظرزاده یعنی به واسطه مبلغ گذاری و سرپرستی کردن. یعنی این یک چیزی هست که واقعا هم چه خیلی گفتیم چیزی جدید هست که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ذکر میکند و برای مبارزه با مثلا اون اکستریمیسم ایرانی، ولی بیشتر در بالای حزب نهضت چند اقدام های دیگر رو پیش بینی میکند یا که پیشنهاد میکند. او میگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به واسطه در این آشوب دست داشتند، ولی سوال این است که وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اینقدر بارها میگوید که ما دست نداشتیم، یعنی اگر نگاه کنیم این انتخابات پارلمانی که 2015 خیلی گران برای حزب نهضت اسلامی یعنی تمام شد. هم حزب نهضت اسلامی شرکت کرد، فعالانه شرکت کرد در برابر اونقدر تقلبات و اونقدر یعنی غیر شفافیت و اینقدر اقدام های ناسالم مقامات، باز مردم رو با صبر و تحمل دعوت کرد و هیچ اقدامی نکرد که صلح و آرامش کشور را خلل‌دار کند. ولی بر ضمن همین رهبریت حزب یعنی رهبریت کشور از جمله امام علی الرحمن حزب نهضت اسلامی را نه تنها متهم و همدستی میکنند، بلکه گفته است که مجازات اونها باید در تعامل با اونها باید چی شود؟ پرزورتر شود، شدیدتر شود اقدامات. یعنی این ما میتونیم از این پیام رئیس جمهور بسیار چیزها را میتونیم که یعنی استنباط کنیم و بفهمیم. یکی همین است که خب کردن حزب نهضت هزار اگر رعایت بکنه چه خیلی که مردم میگویند و چه خیلی که استاد برزو این را انتقاد میگیرد، یعنی برعکس، یعنی همین قدر حزب نهضت صبر و تحمل و اینقدر به خاطر آرامش کرد و در مقابل میبینیم که اونها باز چیکار میکنن؟ همون قدر مجازات رو بیشتر میکنن، همون قدر. یعنی ببین چند چیزها رو میگوید. میگه که استراتژی ملی در زمینه مبارزه با تروریسم از سال 2016 تا 2020 پیشنهاد شود، این رو مسئولیت رو به پرکاتور گنرالی میدهد و دیگر وزارت های مهم و قدرتی رو چی میکنند که در این باره جدا در مقابله با تروریسم، معلوم است که مقابله با تروریسم کی است، جدا در فکری مثلا این باشد، درست است. و بعد یعنی چیزهایی را میبینیم که در اینجا اینقدر نهادهای قدرتی اینقدر صلاحیت های زیاد دارن، ولی باز میبینیم که یعنی سالهای آینده برای تاجیکستان، برای شهروندان تاجیکستان واقعا سالهای سخت خواهد بود با این شکلی که در پیام میبینیم. یعنی حتی قانون ها را میگوید که قانون کودکس جنایتی و قوانین مربوطه هم تغییر الهه ها شود در زمینه با توجه به وضعیت امروز. یعنی چی؟ یعنی نقض های حقوق شهروندان، یعنی موارد نقض باز بیشتر می شود، فشار بیشتر می شود، سرکوبی بیشتر می شود و چه خیلی که امروز ها دیده ایستادیم که همون قدر باز سرکوبی و فشار
زیادتر شده است، در حالی که اکثر علما فکر میکردن که با این فکر، یعنی در این پیام رئیس جمهور یک نوع دیگر یعنی پیام رو میدهد که یعنی یک کمی امید کننده باشد، ولی متاسفانه دیدیم که نه، برعکس و مثلا اقدامات شدیدتر علیه مخالفین بخصوص حزب نهضت دعوت میکنند. بخصوص اگر شما دقت کرده باشید در ابتدا از انتخابات یاد میکنند پرزیدنت برای در پیامش، و مخصوصا انتخابات 2015 را و به یاد می آورد، از اون برای مردم یک چیزایی را بیان میکند که واقعا مردم دیگر میدونند که انتخابات 2015 چگونه گذشت. بله. وقتی که و ما شما به واسطه در اون شرکت کردیم. بله، وقتی که میدونیم که مردم میبیند که قطعی شفافی به اصطلاح شفاف انتخابات رو از حوزه انتخاباتی مسئولین شما میدزدن. بله. کجای این دیگر انتخابات شفاف است که شما با اون مینازید؟ بله. با اون افتخار میکنید. شما از مردم برای این تشکر کنید در واقع که در این انتخابات هیچ چی نگفتن، صبر کردن. بله. شما برای این باید از مردم تشکر کنید که مردم واقعا هم دیگر نه به انتخابات باور دارن، نه به شما. بله. و شما میتونید به همین حالی مردم بر اونها حکومت کنید. و الا اگر مردم به انتخابات باور می‌داشت، مردم انتخابات میرفت و از حق خودش حمایت میکرد، شما امروز در اینجا نبودید. بله. واقعا هم امروز شما امروز نمیتونستید دیگه خیلی با این گفتی با قول معروف شما نمیتونستید امروز خودتون رو در مردم پیشوا و نمیدونم اولی الامر و نمیدونم سایه خدا حتی اعلان کنید. بله. دیگه همون به اون حد نمیرسید. بله. این مشکل است واقعا. ببینید باز هم برای مشروعیت بخشیدن به خود، به حکومت خود، به این چیزها میآیند از انتخابات حرف میزنند. شرم نمیدارند که هیچ تا امروز هیچ سازمان‌های بین المللی انتخابات‌های شما را قبول ندارد، مگر همون چیزای اسنگی که خودتون ساخته دونه. اونم همه میدونند که اونها مثل شما کشورهای دیکتاتوری هستند بسیار. بله. به همین خاطر شما بیاید نگاه کنید در کجا یک انتخابات شما را شفاف قبول کردن. کی شما یک انتخابات شفاف گذراندید تا حال که میآید به انتخابات مینازید؟ باز هم یک سوء استفاده فریب مردم بود. آمدن با استفاده از همین انتخابات، شما چه خیلی که گفتید درباره حزب نهضت و اکستریمیسم بسیاری چیزاشون متمرکز کردن. چرا؟ ببینید آمدن همه چیز رو اون طرف بردن و هیچ گپی درباره برق تقریبا، نه اینکه یه چیزای عمومی گویی بود دیگر معمولا. این خیلی هست عمومی گفتن یه چیزای برق. این خیلی چی؟ مگر مشکلی برقی مردم از بین رفت است که شما درباره این دیگر حرفی ندارید؟ راغون پولش چی شد؟ چرا با مردم نمیگویید؟ در پیامتون شما باید میگفتید به مردم که سهمیه‌های راغون چی شد؟ چرا تو حال ساخته نمیشود؟ خب با مردم باید گزارش میداد در پیامش پرزیدنت از اینکه سرمایه وقتی که به مردم سهمیه فروختید، مردم از شما سهمیه خریدن، راغون ساخته نشد، سهمیه اونها کجا شد؟ از طرف دیگر وقتی که شما وعده دادید چندین بار به مردم که به شما برق میرسد، از سال 2007 پرزیدنت وعده داده بود که سال 2011 شما 2009 وعده داد که 2011 شما حتما با برق تامین میشوید. کجاست برق؟ چرا مردم تامین نمیشود؟ چرا در این باره با مردم نمیگویید که مشکل در کجاست؟ ولی دوستی عزیزم در همون وقتی ارائه پیام قریب همه مردم تاجیک برق داشتند. برق تاجیک وعده داد که در زمانی این ارائه پیام هم صبح که آنلاین پخش زنده پخش میشد و هم بیگاه که تکراری میشد همه مردم رو با برق تامین کردن. این عجیب است واقعا. در سال نو هم مردم رو با برق میتونن با همه مردم رو با برق تامین کنند. در سخنرانی های خاصی پرزیدنت میتونن تامین کنند، در دیگر وقتا نه. چرا؟ این خودش جای سوال است برای مردم. یکی از ببخشید من چند چیزا میخواستم در همین مسئله دقیقاً یک مقایسه دیگر بیایم، دیگر پیام نگیم. این کجاش پیام بودین به مردم؟ این اصلا تهدید به مردم بود. واقعا هم یک بار نگاه کنید که پرزیدنت یک کشور به مردم خودش هیچ اعتماد، یک چیزی اطمینان بخش، امید بخش نمیدهد. مردم امید داشت که
درباره چیزهای خوب، برنامه‌های درست، روشن، مشخص از پرزیدنت میشنود. ولی جناب رحمان با جای این سخنها فقط به مردم تهدید کرده است. ولی گفت که مهمه آینده یعنی این معاش‌های کارمندان زیاد کرده می شود. خوب شد. یه چیزی شما جالب گفتید. شما ببینید در تمام کشورهای دنیا بحران اقتصادی که امروز وجود دارد تاثیر کرد. خوب، ولی اکثر کشورها با توجه به تاثیر بحران آمدن، حتی کشوری مثلا پرقدرت مثل روسیه که نفت دارد، گاز دارد، تمام چیز امکانات رو دارد، آمد در بودجه خودش بازنگری کرد، اون کم کرد. خوب، بودجهش کم کرد. کشورهای دیگر هم در بودجه های خودشون بازنگری دارن میکنن. خوب، ولی این تنها تاجیکستان فقیر است که میگوید که 20% بودجهش امسال از سال گذشته زیادتر شده است و معاش مردم رو بلند میبرد. این یک طرف قضیه. اولش که این خودش تا ماه هم زیاد دور نیست، خواهیم دید که چقدر معاش مردم بالا می رود. از کجا؟ این هم در حالی هست که 40% قرب الان ببینید، از یک طرف ما فقط همین رو اومدیم میگیم که مثلا این میخوان که معاش بالا ببرن. در اون یک بار بیایم ببینیم ما اگر معاش بالا میبریم، خوب، از کدام درآمد، از کدام چیز در اینجا واقعا یک چیزای این تمام این آمارهایی که ما داریم عجیب و غریب است در پیام پرزیدنت. برای مثال شما ببینید پرزیدنت یک آمار عجیب دارد. من این را از سایت جمهوریت خواندم و دقیقاً چیزش ببینید، شاید اگر در اینجا باشه جمهوریت پیام باز کنیم از دقیقاً بخونیم که برای مردم روشن باشد که دروغ بودن این آمارها چه خیلی اثبات می شود. خب میگن که گردش سودای خارجی کشور 18%. خب شما تصور کنید دیگه 18%، از جمله میگه صادرات 9%، خب واردات 20%. این چند درصد شد؟ الکی 29% شد. خدمت رسانی های پولکی 7%. اینها میگه 7 کم شدند در سال 2015. اینا کم شدند. در خود پیام پرزیدنت این را اشاره میکنه. ولی شما ببینید میگه که گردش سودای خارجی کشور در عموم هم واردات و صادرات در نظر دارد، ولی میگه 18% کم شد. ولی باز میاد اگر همه اینها را 9 و 20 و 7 همش را جمع کنید اصلا از 36 میشد. پس معلوم میشد که این آمارهای درستی نیستند. آمارها نمیشد به آمارهای داده این پیام اعتماد کرد. این دیگر طرف قضیه. ولی امروز میگن که معاش بلند میرود، در ماه مای معاش زیاد میشود. خیلی خوب، اگر معاش زیاد میشود ما یک بار بیایم این را ببینیم. وقتی معاش بلند میشود، از سال گذشته که پرزیدنت وعده کرده بود دلار چند بود؟ کورس دلار به سوم چقدر بود؟ حدودا 500. میگیریم 500. شما تصور کنید که از اون وعده که 500 به دلار پرزیدنت وعده کرد، امروز میآید دلار شده است 1000. تقریبا 900. حالا که شما تصور کنید 90% حدودا. شما تصور کنید بگذار 900. ولی شما تصور کنید مردمی که مثلا در اون زمان 500 میگرفت 100 دلار بود. خب امروز اگر در ماه می 900 هم بگیرد باز همون 100 دلار است. و در برابر این نرخ‌ها را بیایم نگاه کنیم. نرخ‌ها در تاجیکستان ما حتی با پراگ مقایسه‌ای که در رادیوی آزادی انجام شده بود، نرخ اکثریت خوراکواری در کشور ما با پراگ برابر است. احتیاجات اولیه. بله، احتیاجات مثل گوشت و روغن و اینا. شما تصور کنید در کشور ما معاش چقدر است؟ 100 دلار. در اونجا چقدر است؟ بیش از 1000 دلار. ما خوراک نرخ چیزهای ما با اونا برابر است. بله. معاش و مقایسه معاش هم درست یک بار ببینیم و اینا رو نگاه کنیم. مردم اگر امروز شما میگید که ما 40% معاش شما را بالا میبریم، 40% که وقتی که قیمت خوراکواری و همه چی بالا رفته است، برای اون چی فرقی میکنه؟ ولی اونی که 100 دلار داده است باز یک صلاحیتی داده است که از هر راه باز برای زندگیش پیدا کنند. ملیسا از راهی
از مردم گرفتن، صلاحیت‌های دیگری که میتونن. ببینید این خاصی یک گروه هست. به خصوص شما ببینید مثلا امروز در معمولا در ما میگن همین مسئله را بار میکنن به دوش معلم در رشوه گیری و یا اینکه به دوش یک نمیدونم که چیزای عادی. خب ولی اصلی این رشوه در کجا است؟ بیایم ببینیم. امان الله حکومت وقتی که از چیز رفت با معاش چند هزار سومانی 8000 سومانی همه معاش حذف شد تقریبا. چرا معاش حکومت حذف نمی شود؟ نفقه حکومت حذف نمی شود. شما تصور کنید برای که حکومت از نزدیکان پرزیدنت است، از اهل خانواده است، اون که 10 نفره در این 10 گانه باز از تاجیک صادرات بانک رهبران سابق تاجیک صادرات بانک هستند. بله ببین شما نگاه کنید یک چیزای عادی را ما بیایم مقایسه کنیم با وقتی که شما معاش مردم بالا بردنی هستید بیایید دیگر از این کارها نکنید. شما مثل همین است. آمار دیگری میگه که در سال 2015 205,000 جای نوی کاری ایجاد شد. خب اگر واقعا جای کاری ایجاد شده باشد این بحرانی که در اقتصاد تاجیکستان اومد این است که جا اومد. اگر جای کاری باشد باید که مردم باید چیزی برای زندگیش داشته باشد. درست؟ سطح زندگی مردم در این جای کاری اون صرافانی که از کار محروم شدن اینا داخل میشوند دیگه. شما باور کنید آدم حیران میشود. این 205,000 جای کاری من واقعا میخواهم این را به مردم بگویم نه به مسئولین، چون که مسئولین خودشون میدونن که دروغ است. بله. دیگه در دروغ گفتن اونها عادت کردن. بله. و رقابت میکنن بین اونها برای دروغ گفتن. ولی بیایم ما مردم ما بداند واقعا چی است. اینها میروند مثلا یک کارخانه را ایجاد میکنن، کارخانه را میسازن، افتتاح میکنن. این ماده شده است به قول دیگر حاضر حتی انکدوت هم میگویم برای قایچی و بری افتتاح ها بله لنته بری و قایچی امروز دیگر به انکدوت معروف ملت تاجیک تبدیل شده است. ولی شما ببینید وقتی میروند یک کارخانه را باز میکنن، درباره این چندین کارخانه ها را میتونیم مثال بیاریم. از جمله اون کارخانه‌ای که کارخانه بافندگی قالی بافی که در نزدی با کلیوپاترا یکم سویتسکی بالاتر از بالنسه یکم سویتسکی اونجا در دوشنبه بله اونجا یک کارخانه باز کردن. بعد چند ماه اون را از بین رفت. این 250,000 جای کاری هم اگرچه این هم دروغ است، مبالغه است، ولی چند یکی شده باشد یک حدودش هم مثل همون است. امروز باز می شود، یک کسی میاد لنتش میبرد، قیچیش میگیرد میرود، بعدش میبینی که یک هفته پس اون کارخانه از کار ماند. ولی چرا؟ و شروع می شود چی؟ دوباره فروختن اون اشیای اون دستگاه های اون یک تغییراتی با وجود میاد. باز نمیدونم صاحبش یک مشکل با وجود میارن، صاحبش میگیرن ترمه میکنن، زندان میکنن. در کشورهای اروپایی، در کشورهای دموکراتی وقتی رئیس جمهور یا یک رهبر میگوید که ما اینقدر جای کار مهیا کردیم ساختیم، ژورنالیستان و دیگر مردم محل میتوانند که به چالش بکشن اینه که همون چیزهایی که شما میگویید کو دلیلتون کو به کدام دلیل و اون وزارت مربوطه مجبور است که این دلیل ها رو به مردم پیشنهاد کنه. آیا در تاجیکستان شده است که این رقم ها رو کسی به چالش بکشه؟ هرگز ما نداریم تا امروز. آیا حزب نهضت که در وقتش کار میکرد فعالیت میکرد این رقم ها و اینا رو با چالش میکشید؟ بعضا از البته مشکلی حکومت با حزب نهضت از همین چیزا شروع شده بود. و واقعا هم این چیزا رو مطرح میکرد. حاضر ما داریم همین کارو میکنیم. اگر چی ما رو هر چی میگن بازم ما همین کارو میکنیم. میخوایم مردم بفهمد و حقیقت طلب کنه. تمام. ببینید یه لحظه من همین چیزایی که در نظر دارم در اینجا چند چیز دیگه رو بگم. شما ببینید میگن که 205,000 جای کاری ایجاد شد و یک چیز دیگر عجیب است. میگوید که میلیارد در اختیار چی بود؟ 9 میلیارد پسنداز شده است. میگن 9 میلیارد سومانی پسنداز. یعنی در کجا؟ پسنداز مردمی یعنی ملی. خب این ولی این پسنداز کجاست؟ 9 میلیارد سومانی. بله ولی اصل این پسنداز کجاست که مردم روز به روز در سال 2015 بخصوص در آخر سال 2015 بدتر شد ازش. اگر 9 میلیارد پسنداز شده باشد چرا پول قرب سومانی حفظ کرده نشد با این 9 میلیارد؟ میگن برای حفظ قرب سومانی 3 میلیارد لازم است، ولی میگن 9 میلیارد پسنداز وجود دارد. مگر اینکه این 9 میلیارد
در بانک‌های آفشوری پس‌انداز شده باشد در حساب‌های خاص حکومت بعضی مسئولین همونجا پس‌انداز شده است دیگر چیز دیگر نیست. در گزارش‌هایی که از اون آفشورها منتشر شد وقت‌های اخیر تاجیکستان هم از کشورهایی است که مبلغ زیادی در اونجا یعنی شخصیت‌های شهروندان تاجیکستان در اونجا مبلغ‌های زیادی رو حفظ کردن. بله این معروف است که دیگر هم بله. یک دوستی عزیزم در مسئله پیام یکی از این چیزهایی که مثلا در این باره صحبت شد این بود که رئیس جمهور با اون حادثه‌ای که در سوریه رخ داد بله اونی که گفت که اونی که مادر خود را به خاطر اینکه او را تشویق میکرد که از سوریه از داعش برآمده برود وقتی مادر خود را کشت این به این اشاره کرده گفت که این وحشانیت است. واقعا همه عملی که وحشانیت است وحشی هست فرق ندارد از کی میشود از داعش میشود از طرفی کی از سوی کی اون انجام میشود اون وحشانیت است محکوم است. بله. ولی این حادثه در سوریه شد ولی در کشورهای دیگر به نام حکومت ها این کارو میکنن. آیا پدری 95 ساله وقتی که بازداشت می شود وادار کرده می شود که گریه کنه در نزد نواربردار این وحشانیت نیست؟ اون بیچاره مهاجر بچه تاجیک که از روسیه با 100 امید وطن برگشت اون باباجان عمر باباجانوف با 100 امید برگشت ولی به خاطر ریشش مورد لطکوب قرار گرفت و از دنیا گذشت. وحشیانه مقامات اونم از دنیا گذشت. ولی این وحشانیت نیست. ولی وقتی کودکی که کودکی 9 ماهه همراه مادرش از سفر منع کرده می شود این وحشانیت نیست؟ آیا مادرها و پدرهایی که یعنی مجبورشون منن گریه بکنن و اون را اونهایی که مقامات هستن منصب‌های رسمی دارن این کارو میکنن پس فرق وحشانیت درست است که اون در اونجا این کار وحشانیت است ولی باید ببینیم این وحشانیت با اون وحشانیت چی فرق داره؟ هیچ فرقی ندارد. وحشانیت این است که همون کاری وحشی رو در حق یک کس دیگه انجام میده اون بگذار در سوریه باشد یا در تاجیکستان باشد یا در آسیا مرکزی باشد در هر کجای دنیای باشد به عملها و اقدامهای وحشی وحشانیت میگویند. ولی متاسفانه ما دیگرها رو میبینیم ولی از چی خودمون یعنی اونها رو نمیبینیم. بله. واقعا هم وقتی وحشانیت بدتر از این میشود که صاحبکاری ما مثل زید سعیدوف محض به خاطر اون کاری که کرده است میرود 30 سال بله محکوم به زندان میشود. بله. وحشانیت این آیا وحشانیت نیست؟ بله. این ظلم نیست؟ بله. چیز دیگری که در این واقعا هم مربوط به صلح تاجیکان می شود و ما اساسگذاری صلح تاجیکان هم داریم و خیلی برای آدم هایی که آرامش کشور را اهمیت دارد برای اونها و اونهایی که در آوردن این صلح و ثبات در سازشنامه و رضایت ملی دست داشتن این نقطه‌ای که فعلا میگوییم واقعا بسیار سخت است. این است که رئیس جمهوری تاجیکستان در این پیام گفته است که سالهای 90 این یعنی دوران همون جنگ‌ها و اینها رو که در صلح و تا دیروز اون رو جنگ‌های تحمیلی می‌نامیدیم امروز شده است به دوران فاجعه بار مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم. یعنی ما داریم به یک تصور دیگر رفته شدیم از جنگ داخلی از اون جنگی که تحمیلیش نام کردیم میایم به اون میرسونیم میگیم که این جنگ تحمیلی نبود بلکه جنگ حقیقت و باطل بود جنگی یعنی یک با تروریسم بود یعنی یک طرف تروریست و اکستریمیست بود و اگر اونها اکستریمیست و تروریست میبودن شما با اونها دست دادید. چند چیز است اینجا. بله. نباید اگر اون جنگ با اکستریمیسم بود دیگر شما نباید افتخاری اساسگذاری صلح داشته باشید چون شما با اکستریمیست ها صلح کردید با تروریست ها صلح کردید. بله. شما اساسگذاری کدام صلح هستید؟ بله. اگر اون مبارزه با تروریسم اون جنگ تروریسم و اکستریمیسم بود شما اساسگذاری کدام صلحید؟ بله.
شما صلح نکردید. یعنی از طرف دیگر ببینید دروغ گفتید. شما دروغ، این بار دیگر اثبات میکند که صلح کردن شما دروغ بود. بله. فریب بود. دیگر شما نگویید صلح. بیایید واقعا هم دیگر تمام صلح دیگر به زبان نبیارید. چون فریب کرده، دروغ گفتید. ولی اساس گذاری صلح و وحدت است. کدام صلح؟ صلح با اکستریمیست ها، با تروریست ها؟ درست. واقعا هم این یک موقع تکان دهنده بود، یعنی بله. که بسیار از حقایق را آشکار میکند. یعنی اونهایی که ماهیت پروتکل 3220 هم به این چیز باز دوباره ثابت میشه. و این چیزی که ماهیت 32 پروتکل 3220 میگوید مثل همون باز اشاره شده است که چنین مقام های انتظامی و کمیته دین و کمیته امنیت اینا جمع شوند و چنین چوراندیشی هم بکنند. یعنی اگر در 2011 این مخفی بود ولی آشکار شد، دیگر در این سال 2016 و دیگر این یک چیزی واقعیت شده است، دیگر یک پوشیده هم دیگر نمیخواند که این را بپوشونند و مخفی هم نگاه دارند. دیگر چیزی که من در این پیام دیدم این است که رئیس جمهور به بعضی کشورهایی که یعنی به بعضی کشورها اشاره کرده میگوید که سیاست‌های دوخوره در مقابله با تروریسم دارند. یعنی تروریست ها رو دعوت میکنند به همایش‌ها و یعنی دیگر و دیگر اینها. ولی ببین دوست عزیزم، همه کشورها سازمان‌های حقوقی بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر، همه اینها فعلا میگویند، همه درسته، اینها میگویند که حکومت‌های خودکامه و غیر دموکراتی با بهانه مبارزه با تروریسم چیکار میکنن؟ مخالفین خود را سرکوب میکنن، میزنن. یک تاش همین تاجیکستان که هست که سیاست دوخوره دارد. اونه که اگر مقصد اون باشد که مثلا ایران باشد که موحدین کبیری را دعوت کرد، ایران انصافا کفیل صلح بود. ما از اون ایران و از روسیه و اونهای کفیل صلح نه از این بیشتر نیاز داریم، طلب داریم که آخر شما کفیل بودید و امروز هر کاری در حق مثال طرف دیگر کردن شما ساکت موندید و این یک دعوت. ما برعکس بیشتر از این چه داریم که اونها کفیل بودن که یک طرف پره سلاح اینها را گذاشت و صلح کرد. درست است. سیاست دوخوره اگر شما از یک طرف از انتخابات دم میزنن، از طرف دیگر جنایت هایی که مثلا آزادی بیان کجاست؟ در تاجیکستان ما فشار بر ژورنالیستان، به جامعه شهروندی، تمام اینها از یک طرف میگویند دموکراتی، دنیوی، حقوق بنیاد، اجتماعی، کدامش تامین کردن؟ ضد همه اینها عمل میکنن. این سیاست یگانه است. ببین ولی اون که یک نفر را تنها به خاطر اینکه یک آزاد فکر است و هیچ گناهی ندارد، یک دانشمند است در یک جا دعوت میکند، میشود بگید همچون رئیس حزب هم دعوت کرده باشد. یک طرف صلح بود و حق دارد البته در مقابل شما موضع گیری کند. بعد دوست عزیزم اگر ما در این پیام نگاه کنیم نقطه های خیلی زیاد است، بخصوص اون رقم ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و دیگر خیلی زیاد چیزها هست که ما وقتی زیاد نداریم. فقط من یک چیزی رو میگویم که اون اشاره کرد رئیس جمهور در پیامش اشاره کرده است که یعنی اعتراف کرده است که مشکل برق وجود دارد تا یک حدی را، ولی گفته است که ما یک 300 میگاوات میتونیم احداث بکنیم، ایجاد بکنیم، ولی اون باز چیزهای دیگر هستن که این 300 میگاوات رو میخورن. یعنی مردم شما بسیار خوشبین نباشید که این 300 میگاوات به فایده یعنی این رژه لیمیت برق کم میشود، بلکه این باز دیگر چیزهایی هست که یعنی ما کار کرده ایستادیم. نه خود برای شما اولویت یا چیزی باشد که برق میخورد از اینکه مردم را تامین کنید. وظیفه شما تامین کردن مردم نیست مگر زواد و کارخانه و دیگر برای مردم نیست؟ پس بیاین اول مردم رو تامین کنید. اول بیاین شما در برابر اون اشرف غنی احمدزایی که در مقابل سخن شما گفت که ما از تاجیکستان برق میخریم، بیاید این رو تکلیفش مشخص کنید که در تمام رسانه‌های ما هم این خبرش پخش شده بود. یکی شما میگفتید ما برق نمیفروشیم، اون میگه ما برق میخریم، وارد میکنیم. بله. اول بیا این است داخل دیگر دروغگویی دیگر نمیدونم این فریب مردم، این دیگر مردم چگونه باور کنند؟ اون میگه ما برق وارد میکنیم از تاجیکستان، شما میگید که نمیفروشیم.
چی هدیه میکنید به افغانستان؟ یکی از کارمندان کارشناسان ارشدی همین مسائل اقتصادی واقعا گفتند که آن ارقامی رو که تاجیکستان، آن ارقامی که در مورد فروش برق به تاجیکستان به افغانستان مقامات ارائه میکنن، اون واقعیت نداره. 2 برابر اون رقم اونها میفروشند ولی از مردم بجا میکنن این رو. البته همین خیلی است. و متاسفانه وقتی پول این فروش کجا میرود؟ بله، وقتی که ما از بسیاری وقت، من وقتی که در دانشگاه اسلامی اسلام آباد درس میخوندم، استاد دانشگاه بودم، خانه می اومدم میرفتم بعضی در سال 1 بار 2 بار. وقتی که از قمسنگیر میگذشتم به اون طرف به افغانستان قندوز، در اونجا میدیدم که ما در قمسنگیر در اینجا برق نداریم. حتی در دوشنبه که دوشنبه مرکزی شهر است، بعضی وقت واقعا هم به مشکل برق دچار بودیم، ولی میریم در قندوز در اینها میبینیم که همه از برق برخوردار هستن. اون برق از کجا میاد؟ از تاجیکستان. مردم خود برق نداریم ولی اون طرف هم میبینیم برق. و باز میگویند که این به خاطر آن است که ما این برق رو در زمستان ها میفروشیم که تو اینکه همون یعنی روابط کنده نشود. وقتی که ما در زمستان این برق رو قطع کردیم پس در تابستان هم نمیگیرن. یعنی یک چیزهایی رو مردم، یعنی واقعا وقتی که مردم طلب نمیکنه، وقتی که مردم و جامعه مدنی از حق و حقوق دفاع نمیکند، دیگر هر کار کردن. ببین امروز یک مشکلی مصیبتی که هست در این است، این پیام هم به مردم ما همین داد. دوباره تهدید به مردم میگویم من این پیام رو، نه پیام برای چی؟ برای همین است. هر کسی اگر از حق خودش دفاع کند او اکستریمیست تروریست خوانده می شود، او خائن گفته می شود. شما نباید از حق خودتون دفاع کنید. به همین منظور اکثر این پیام به همین بخشیده شده بود. بله. غیر از این است؟ همین است و مفهومش این بود که مردم تهدید میکرد که اگر شما از حق خودتون طلب کردید شما هم اکستریمیست، خائن، تروریست اعلان میشوید و مثل دیگر حزب و حرکت ها و شخصیت ها شما هم با شما هم برخورد میشود و دستور دادن به نیروهای قدرتی برای مبارزه محض مبارزه بر ضد همین است. اینها به نام اکستریمیسم و تروریسم همین مبارزه میکنن، همین میخوان استفاده کنن. این سوء استفاده اکثر دیکتاتورها است. ببینید اگر کمترین طلب خودش مردم کند، شما میبینید که چند روز بعد اون سرکوب میکنن. شما برای مثال شما بیاید بگید در قضیه عمر باباجان وقتی که مردم جمع شدن چرا سراسیمه‌وار بعد اون شورش حاجی حلیم پیدا شد؟ چون مردم از اون وحشیگری که میلیسا در حق باباجان کرد، وحشانیتی که اونها داشتن، مردم نفرتش آمد. مردم احساس کرد که دیگر تمام حقوقش از دست داده است، میخواست برخیزد. بلافاصله بعد اون چیز پیدا کردن چیره، حتی جوانان زیاد جمع شده بودن در وحدت بعد از کشته شدن عمر آمدن به اون بیمارستان قربالا آمدن. بله در نزدیک بیمارستان. ولی بلافاصله یک شورش تروریستی می شود، سرکوب می شود یک قسمی مردم را از خانه هاشون، برای این همه این را میدونه دیگر بسیاری مردمی که در تاجیکستان بودن در این جنگ ها کشته شدن، همه میگن که اونها را از خانه هاشون گرفته بردگی هستند. بخصوص برادر حاجی حلیم هم در این 3 برادر است. یکی برادر بزرگش اومده تسلیم شده است، گفته است که من با اون کار ندارم ولی اون کشته می شود. چرا؟ در کجا؟ وارا کی رفته تسلیم شده بود. بله. این وحشانیت است. این وحشانیت نیست؟ بله. اگر حاجی حلیم گناهکار بود، برادرش چی؟ یا برادر دیگرش که اون هم اومد تسلیم شد. یا شما ببینید اومدن حاجی ظریف از شمانسور اومدن از خونش گرفته بردن، فردا مردهش آوردن برای خونش، جسدش آوردن، جسدی بیجانش به خونش دادن، گفتن که این در جنگ کشته شد. در کدام جنگ؟ شما از خونش گرفته بردید. بله. اگر جنگی باشد شما جنگ بردید را. چرا مثلا در این مسائل واقعا جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی واقعا مقصر هستیم؟ ما همه این مسائل رو مطرح نمی‌کنیم. بله متاسفانه ببین کسی نیست که بگوید که بسیار خوب حکومت شما همین سینری که میگوید که برادر حاجی حلیم کشته شد، اونی که خودش تسلیم کرد، اون رو به مردم معرفی کنید که چی چگونه کشته شد.
درست است. این بر خانواده‌اش عمر بذارین گپ زند که چگونه اون از کجا رفت. بله، عمر باباجانوف. بله. اگر اون بیچاره‌ای که با صد امید از روسیه برای یک دیدن پدر و مادر خشتبار آمده بود، شما اون رو چرا اونهایی که اون رو لطوکوب کردن، یک اقدامی وحشانیت است. یعنی وقتی اونها از وحشانیت گپ میزنن، چرا از این وحشانیت صحبت نمیکنن؟ آیا اونهایی که عاملی کشتنی این برادر شد، این جوانی بیچاره که با صد امید آمده بود و با حسرت رفت، چرا با مجازات نمی شود؟ چرا مجازات اونها شدیدتر نشود؟ بله. ببینید دوباره همین است، مجازات شدیدتر می شود. باز اگر مثل عمر باباجانوف کسی ریش داشت و اگر در کوچه برآمد، فردا شاید که بازم بدتر از این کشته می شود. بله. ولی هیچ کس از اون کسایی که میکشن باید نپرسد، به خصوص نیروهای قدرتی امنیتی که امروز در کشور ما همه چیز رو در دست اونها دادگی هستند. و این حکومت واقعا یک حکومت امنیتی پلیسی شده است که با این روند میخواهد عمر خودش درازتر کند. ولی حیرانم با این شیوه کار مردم ما تا کجا میرسند، این کشور به کجا میرود. خداوند عاقبت این درست است. و اون چیزی که میگیم شدیدتر شود و انتظامی یعنی مقامات انتظامی و قدرتی که واقعا صلاحیت های بیکنار دارند، باز به اونها صلاحیت بیشتر داده می شود و حتی قانون های کدکس جنایتی اینها اضافه می شود و دیگر تغییر باید بخورند با توجه با همین مسئله چخیلی که اونها میگویند. آیا این تروریسم را به رشد تروریسم مساعدت نمیکنه؟ این مواردی نقض حقوق انسان که در تاجیکستان به شکل عجیب دیده می شود بعد این پیام، بعد این حادثه، یعنی واقعا وقتی زیاد می شود مردم یعنی جوانان بعد چیکار کنند؟ می روند. یعنی افزایشی با این اقدام های اشتباه چی می شود؟ اشتباهی مردم رو با تروریسم می روند، رو می گردند به اون، زیرا اینکه دیگر شما هیچ چیزی رو نگذاشتید، برای اونها چیزی نگذاشتید. اگر یک مثلا حقوق دانی مستقل وقتی میگوید که من از حقوق فلانی دفاع میکنم، وقتی که شما از اون حقوق اون تروریستا دفاع میکنید، پس شما هم مثل همون هستید. اون روزنامه‌نگاری که میخواد درباره مشکلی تاجیکستان نوشته کند، اونم بیچاره مورد فشار است. یعنی بیچاره های روزنامه‌نگاران ما به حد رسیده است که از مشکلات چچن و افغانستان و دیگر کشورهای همسایه صحبت میکنند، ولی از مشکلات داخل تاجیکستان سنزور است، میترسند و واقعیت ها را میترسند که با این هم واقعا هم دستشون در نکنند، خیلی زحمت میکشند و بر اون برادرانی که در جامعه شهروندی هستند اونها به خصوص خبرنگاران که واقعا مهنت میکنند، خداوند اجرشون بتیاد، خداوند جرأتشون رو بیشتر کند. بینندگان گرامی و هموطنان عزیز، این بود برنامه بازچیگب. تا برنامه بعدی شاد و موفق و کامروا باشید. خداحافظ. سلامت باشید.